سلام بچه‌ها، ساعت 4 صبح. ما فقط دیشب 2 ساعت خوابیدیم، حتی کمتر. داریم میریم ماهیگیری. آقا راننده خوبمون. داریم میریم ماهیگیری. ما هم اولین تجربه‌مونه برای ماهیگیری. داریم میریم یه جای سمت کرج. با ما باشین حتما. قصد کنی اینجا هرگز سمی بریم ببینیم چیه دیگه. خب ساعت 4:30 صبح ما دیگه راه افتادیم در راه برقون. داریم میریم ماهیا رو بگیریم. فقط اینکه دلیل 4 صبح میریم و اینی که زود برسیم چون ماهیا میرن. درسته؟ همین خوراکشون اینا سحری من همیشه ماهیای مسلمون رو سر سحری میگیریم. من همیشه میگم ماهیا میرن. آقا این از دیشب ماهیا میرن ولی چون ماهی صبح خوراک میکنه بعد دار خوراک میکنه یه تایم دیگه خوراک میکنه. ما آره تو گوشم داریم. خب ما سعی میکنیم صبح زود برسیم که الان هم دیر داریم میرسیم. آره ایشالله که نرفت. قبل طلوع آفتاب رسیده بودیم. Got a new rod and I got some new line. Got a boat, it's just about time. یا خدا 160 تا در اتوبان‌های تهران ما داریم میریم فقط ماهیا رو بگیریم. که ماهیا 180 ما بالاخره رسیدیم روستای برقون. خیلی مسیرش قشنگ بود واقعا. از بین کوه‌ها گذشتیم تا رسیدیم. ورودی ماهیگیری اینجا. آزمی ما رو اینا بودم. من دیدم اصرار دارم بیان اینا الکی نمیارن. شناسی بلد باشی و بدونی که هر ساعتی چه تو چه فصلی چه محیطی چه حشره‌ای داره. بعد اون حشره رو رفتارش رو اجرا کنی چون تمام این پرتاباش و اینا فقط با یه تومای خاص یه جوره. خیلی سبکه و خیلی پرتابش فرق داره. یا خدا بچه البته آب این برکه مثل این که اینطوری نبوده. امروز خیلی راکت شده وگرنه خیلی اصلا برکش خوشگل بوده و آره آبش هم همچین ترتمیز و شاید درست شده اصری. بدونی که توی هر ساعتی توی هر فصلی چه ماهی چه تومه‌ای میزنه. خب یعنی الان اینا مثل حشره‌های طبیعیه ولی خب مثلا تو باید بدونی که این خب الان مثلا این زرده بچه این میشه. یعنی این زمانی که لاروه اینه و این لاروه میشه پشه بزرگ میشه این. یعنی اینا همه یه رونده که تو باید نسبت فصل انجام بدی چون ماهی میدونه که چه مثلا تو این فصل اون حشره تو چه حالتیه. تو حالت مثلا تخمه، تو حالت لاروه، تو حالتیه که داره مثلا
دیگه میخواد بیاد روی آب و پرواز کنه تو کدوم حالته. بعد اینا رو بلد بشی. بعد بتونی همون رفتاری که این حشره تو آب داره رو اجرا کنی. چون اون حالت خود اون نخه که میندازین توی چیز کلی جک و جونور رو آبه. خب یا بین سطح آب و کف آبه. اینا حرکتاشون فرق داره. اینا تو ساعت‌های مختلف میان بیرون و دوباره برمیگردن میان لای سنگ و اینا. تو باید بدونی تو هر ساعتی کدوم باید استفاده کنی. و بعد عینشو نمایش کنی، اجرا کنی دیگه در واقع. تمام این وسایل دستبافه. یعنی اینا رو میشونن دونه دونه نخا رو میپیچن دور همون این شکلایی. بعد اینکه ماهی حشره میخوره؟ آره دیگه همه ماهی‌ها ببین اینا مثل حشره هاست. اینا مثل ماهیه. اونا غذای مصنوعیه دیگه. اینا غذای مصنوعی توماس که دارن میزنن. ببین و نه وسایلاشو نداره. هیچ سیستم گرونی نداره. ببین این حالا من تو بیکاری و شلوغی درست کردم. منجوق و سرب و هم آره هم جلب توجه میکنه این قلابه. یه کتلت میده این موادی. اون غذای ماهیه. غذای ماهی آکواریومه. خیلی عمقش کم و حالا ممکنه گیر کنه و اینا ما از این استفاده نمی‌کنیم چون میره کف آب و گیر میکنه. مثلا اینجا می‌کنیم میگیم از چیزای استفاده می‌کنیم که در واقع دست و پا دارن. اینا روی سطح آب میمونن. اینا همه میرن زیر آب. اینا توی مثلا ارتفاع 10 سانتی آب میمونه. یعنی توی 10 سانتی میرن پایین، 5 سانتی میرن پایین. اینا همینطور. بعد بتونید دونه دونه حرکتش رو اجرا کنید دیگه. خیلی باحال. همونطور که می‌بینید پریسا می‌خواد بلده بازی داره. اون همچنان درگیره. اینو تحصیل کنم. همونطور که مشاهده می‌کنید این جوان خواهش می‌کنم. این فقط روخش گرفته می‌کنم. این بچه قورباغه توماس آره میخوره. کو ببینم. الان رفتیم. خب ولی اصلا این حشره‌های ریز رو می‌بینی که دارن حرکت می‌کنن. اینا مثلا میگم مثل پشه‌هایی که هنوز بال در نیاوردن و هنوز زیر آبن. خب بعد تو الان باید تشخیص بدی که الان یه چیزی مثل این ماهی‌ها رو باید اجرا کنی. الان مثلا چه چیزی مثل اون بچه قورباغه رو میتونی ازش استفاده کنی. این الان برای قورباغه میتونی استفاده بزرگ. و چه رنگی بود قورباغه سیاه. میشه یه چیزی تو ماهی‌های این. داری حشره شناسی میکنی الان؟ میشه مثل این یا مثل این. میشه استریمر بزرگتر. چیزایی که جلب توجه میکنه. الان مثلا من میام رنگ زرد استفاده کنم فایده نداره. چون اصلا هیچ چیز زردی تو این آب نیست. آره. میفهمی چی میگم؟ آره. این با توجه به اون حشراتی که توی اون برکه هست بعد تو هر محیطی بیری تو آب محیط رو بشناسی. نسبت به اون محیط که توی رفتار اون حیوان رو اجرا تو درخت گیر نکنی خواهش میکنم. ببین اینجوری باید بری تو آب اینجوری با شتاب چیز کنی مثلا که سختیه. من فکر کنم اونجوری نیست. آسون باشه. اینم داره. چه واقعا سخته باید با یک کار بلد نیست. اینجوری من فکر کنم مثلا میندازی بعد وای میسی حالا نگاه میکنی ساعت‌ها. پمپ معده ماهیه. خب اینو میذارن تو دهن ماهی فشار میدن و هیچ آسیبی هم ماهی نمیده. خب محتویات توی معده‌شو میکشن بیرون به خاطر که نفاشه کنه. نه دیگه فقط اون چیزی که خورده. آره در میارن میبینن چی خورده اون ماهی. بعد این عذاب نمیکشه؟ نه چیزی نداره. مثلا میخواستم ماهی هیچ باشه. اوکی. بعد مثلا میبینن چه تومایی توی شکم ماهی میفهمن ماهی داره چیا میخوره. الان تمامش نمی‌کنه. الان فکر کنم این تو پر الان تو خیلی ماهی هست ولی ماهی هم زیاد. همه باربلس هم دیگه خار نداره. چون این تای اینا رو باید خم کنی. این خاره رو باید لهش کنی که ماهی آسیب نبینه. آره ولی این الان خم شده شه. این الان خم نشده. بذار پریسا جان نظرت تا الان چی بوده در مورد راهگیری؟ این کلا ماهیگیری به نظرم کاریه که طرف باید خیلی صبر و حوصله زیادی داشته باشه ولی خیلی اطلاعات جالبی داشت. من فکر کنم همیشه مثلا یه دونه کرم بهش وصل میکنن میندازن توی مثلا یه دریاچه جایی تا ماهی رو بگیرن ولی خب حالا همونطور که تو ویدیو هم بود و اینا خیلی اطلاعات زیادی داشت اما بعد خیلی صبر و حوصله داشته باشن. توی این یه ساعت 50,000 مرتبه تنابو انداختن ولی خب چیزی هنوز کسب نشده. اگه صبرتون زیاده و خب چیزه
رشته خوبیه. به پتو در تعقیب با ماهی. چوب این چوب سخت است که برو. ماهی. آها نه اینقدر جلوت نزن، برو عقب، برد بگی به سمت عقب. آها آروم بکش. تو آب نزن. به خدا بد میشه. این ادامه داره و هیچ ماهی نمیگیره. خب بچه ها ساعت 11 صبح و من نظر ساعت 8 صبحیمو پس میگیرم. بعد بگم که ماهیگیری اکتیویتی جالبیه و داره خوشم میاد، داره کم کم خوشم میاد. همچنان ماهی نگرفتم ولی چیز نیلوفر یه 4 تا جلبک گرفت، ولی چیز جالبی آدم هر چند وقت یه بار، حالا سالی یه بار رو بیاد. برای کسی که مثل من زیاد اهل مدیتیشن نیست چیزه. البته راست میگه، الان نیلو میگه مثلا اولین ماهی رو بگیری شاید نظرت عوض بشه. چی شد؟ به قرآن رفت دستم، به بلا یعنی تیغش تو دستمه. خب وایسا بچه هم ببینه. رامی تو دهنش در آورد. رامین در آورد. بعدیمون اما گرفتیم، بعدیم بذاریمش یکی تو، 2 تا رضا، یه دونه رامین. ساعت 3 ظهر ما دیگه داریم برمیگردیم. این ماهی ها رو داریم از تو آب که گرفتیم در میاریم. چقدر گرفتیم؟ چند کیلو شد؟ 7-8 کیلو هست. 7-8 کیلو هست. بیچاره‌ام زخم و زیلی ان دیگه. این از دستاورد ما فکر کنم غذای یه ماهمونو جور کردیم دیگه. تا یه ماه ماهی میخورم بچه ها. برو تو واکس بیفتی. این وری بگیر آقا محمد. این وری برش کردیم خب این بود از ولاگ ماهیگیری امروز ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. من که دستاوردی کسب نکردم، چیزی نتونستم صید کنم، ولی خب بچه ها زحمتشو کشیدن دیگه. تا یه ولاگ دیگه لایک کنین، سابسکرایبمون کنین، برامون کامنت بذارین. کلی دوستتون دارم. تا یه ولاگ دیگه، فعلا خدافظ.